سلام دوستان، من ممل 21 هستم. حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بیایید نگاهی به بازی شروع شد. دیگه قهرمانان آسیا ببینیم چه خواهد شد. حالا به دنبال بهترین گزینه. فرصت یک استوب، مالکیت رو از دست میده. توپو به جلو میفرسته. تکل به موقع. عالی بود. باید دقت شوتش رو بیشتر کنه. دروازه‌بان حریف سانت میکنه. 1/4 نیمه گذشته، هر دو تیم درخشان ظاهر شدن. یه دروازه‌بانی بی‌نقص به موقع قطع توپ میکنه. شاهد عملکرد استادانه دروازه‌بان هستیم. دروازه‌بان زیاد به درد سر نمیافته. پاس عمقی فوق‌العاده. یک در مقابل یک رو به خوبی رد میکنه. پاس به عقب. عجب موقعیتی، فقط دروازه‌بان جلو درشه. با موفقیت توسط دروازه‌بان مهار میشه. تکل به موقع. خب پایان 45 دقیقه اول و نیمه اول تمام میشه. بریم سراغ نیمه دوم بازی. نیمه دوم آغاز میشه. سعی کرد پاس عمقی بده، یعنی هیچ شانسی نبود. به زیبایی بازیخونی میکنه. تصمیم غلط. موقعیت طلایی. حالا یه موقعیت عالی. کار با توپشون فوق‌العاده است و در اینجا یک موقعیت مناسب. سانتر به موقعیت مناسب. دفع عالی. بازی با پرتاب اوت از سر گرفته میشه. تقریبا 5 بازی به زیبایی بازیخونی میکنه. گرفته 3 تا 0 و یه دونه یکیه. به خوبی مالکیت رو حفظ میکنن. مالکیت رو از دست میده. توپو به جلو میبرن. یه موقعیت دیگه. شاید بتونه از مدافعین عبور کنه. یه پاس. نفوذ از سمت چپ. توپو از منطقه خطر دور میکنن. میتونه بالاخره ببره یه مسابقه رو. انگار قراره که چند دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. طبق نظر داور بازی دیگه تمومه. پایان دیدار تا یه دیگه. خدا نگهدار.